نخستین برنامه هنری خیام به ایام نوروزی راست آمده است و او این را فعالی نیک می‌داند و سعادت نوروزی. من انتظار نداشتم که کنسرت ما چون نخستین کنسرت ما در مسکو برگزار می‌گردد در صحنه کلان، این پیشنهاد اون هموطنانی که در مسکو قرار دارند پیشنهاد اونها بود. خیام میگوید در هیجان است و با این احساس مبارزه میبرد. آغاز نمودن سرود نخستین البته هیجان است و بعد که سرود یکم خوانده شد هیجان به طور اتوماتیک الکی گم میشود. باور دارد مخلصان ناامیدش نمیکنند. برای که الکی طول 2.5 ماه است که ما به طور کسبی مشق تمرین کرده ایستادیم و بسیار اون شنوندگان به طریق شبکه اینترنتی می نویسند، ما رو انتظار هستند، این به ما یک استیمول میدهد. ستاره در هوا نقشی زمینه. این آهنگ نوروزی که اسم خیام را برای بسیاری ها آشنا کرد، خودی آوازخوان را به یاد بدخشان و آیین‌های نوروزی این منطقه میبرد. هنگامی که خرد بودم در بدخشان در جشن نوروزی پیرانسالان ما یک نوازش یک نمود موسیقی در بدخشان است، دفباز میگویند. با همین اصول پیرانسالان میخواندند سرود رو و این سرود رو الکی از کودکی من دوست داشتم و آرزویی داشتم که امکانیت فرا رسد سرودی مذکور رو ثبت نمایم و چنین هم شد. خیام روزانه برای تامین مالی خانواده‌اش در بانک کار میکند. بعد از شام به عالم موسیقی میپیوندد، ایجاد میکند و خستگیش را بیرون میآورد. موسیقی در برابر خود به کاری من یگان خلل هم نمیرساند. راستش گویم جای کار چون حوالا زندگی هم از درآمدم یعنی روزم رو از حساب کار میگذرونم و به موسیقی مهر دارم. یعنی اول این رو من همچون یک شغل به خودم قبول کردم و این مهر مرا بیقرار نموند. برای مثلا موسیقی کی وقت می‌یابید بس؟ برای موسیقی قریب که هر روز بعد از کار می شود که بسیار هم خسته می شوم و میریم با همراه بچه جمع می شویم در استودیو و با نوازش مشغول می شویم. او معلومات موسیقی ندارد اما باور دارد برای کامیاب شدن در این جاده مهم این نیست. چون من میدونم صنعتکارانی هستند که اونها در این راه موفق شدند ولی اونها معلومات موسیقی نداشتند. این چیز به اونها طبیعی بود. از این لحاظ من راه افتاده نیستم.